بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما و شما الحمدلله در سوره النساء رسیدیم و این سوره نساء نامیده شده به خاطر که الله متعال عزت زیادی برای خانم ها داده و به این خاطر این سوره قرآن عظیم الشان در مورد خانم ها زیاد احکام بیان میکنه و به خاطر از که این خانم ها پیش الله من حیث بنده ها ارزش زیاد دارن، این سوره به نام زنها نامیده شود، در حالی که ما به نام مردها سوره نداریم. به نام الرجال در قرآن سوره نداریم، ولی به نام خانم ها یک سوره هست، ولی بازم دشمنای اسلام تبلیغات منفی خود میکنن. به هر صورت ما و شما در این قسمت در کدام موضوع بحث میکنیم؟ موضوعی که ما و شما در این راستا در او باره بحث میکنیم و برای ما و شما بسیار مهم است، این هست که در هر سوره که ما و شما در آغازش مییم موضوعات اساسی از این سوره را زیر بحث میگیریم. موضوع اساسی سوره بقره که ما و شما بعد از اینکه 3 نمونه از خلافت اسلامی را بیان کرد، موضوعات در سوره بقره چی را بیان کرد؟ اما احکام تشریعی نظام اسلام را بیان کرد. اینا نظام خلافت اسلامی و تشریعاتی که در این نظام هست که در سوره بقره بیان شد. بعد از این موضوع ارتباط سوره بقره با سوره آل عمران چی بود؟ آل عمران برای مسلمان ها گفت که همو احکام تشریعی که در سوره بقره بر شما بیان شده شما به این ثابت قدم بانید. و ما و شما خواندیم که با کدام اشکال انسان با دشمنای خارجی و افکار و جنگ فکری کنا میکنن و با دشمنای داخلی و یا مشکلات داخلی که در بین مسلمان ها از یهود و نصارا پیدا میشه و یا بعضی مشکلاتی که در بین خود مسلمانایی باشه، این مشکلات بیان شد و راه حلش بیان شد و این که چه قسم به این استقامت داشته باشه. در سوره نساء ارتباطش با اون سوره دیگه ای است که در سوره نساء تطبیق حکم الله در زمین با عدالت و مرحمت بر ضعیفان است. این سوره در حقیقت یک سوره است که مقایسه میکنه بین نظام‌های جاهلیت و مقایسه میکنه بین نظام خلافت اسلامی، خلفای راشدین، نظامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأسیس کرد، نظام هایی که قبل از اسلام توسط پیغمبرا این نظام ها ساخته شد. یا داوود و انا جعلناک خلیفة فی الارض، امی قسم آدم علیه السلام که الله متعال گفت که انی جاعل فی الارض خلیفه، پس آل مقایسه میشه بین دو نظام و نظام جاهلیت قبل از اسلام و نظامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میه و در مدینه منوره تأسیس میکنه و بعد از او ادامه از نظام خلافت خلفای راشدین است، خلافت راشده و باز خلافت اموی ها و خلافت عباسی ها. به این قسم این نظام باید دارای چی خصوصیات باشه؟ خطاب میشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد تطبیق حکم الله با عدالت و مهربانی برای مسلمانان. میگه که نظام شما که است نظام عدالت است و نظام مهربانی هست. شما او کسایی که قبل از اسلام بالایشان ظلم میشد، بالایشان تجاوز میشد، حقشان گرفته میشد، اونا خود نظام های طاغوتی و نظام های عصر جاهلیت بود. شما خود مسلمان هستین، شما موحدین هستین، شما حکم الله را تطبیق میکنین
بناء در قسمت مظلوما بسیار باید محتاط باشیم. از این خاطر سوره نساء سوره مظلوما هست، سوره حقوق مظلوما هست، سوره مقایسه هست بین نظام جاهلیت که بالای مظلوما ظلم میکنه و بین نظام اسلام که حق مظلوم از ظالم میگیره و به هیچ کسی در نظام اسلام باید ظلم نشه. نظام یک جهته نیست، نه به منفعت مرد است به تنهایی، نه به منفعت زن، بلکه به منفعت اردویشان است. هیچ کسی نه پولدار ظلم میشه نه فقیر ظلم میشه. لا تظلمون ولا تظلمون. این اساس سوره چی هست؟ سوره النساء هست. اینجا باید مسلمان ها در این سوره مبارکه در مورد تطبیق حکم الله با عدالت و مهربانی به کسایی که زیر بیرق خلافت اسلامی زندگی میکنند این بیان میشه. چرا نظام خلافت اسلامی را خالق متعال برای بشریت تعیین کرد؟ انی جاعل فی الارض خلیفه. چرا باز بعد از او امی قسم میای به ابراهیم علیه السلام، به اسحاق علیه السلام و بالاخره به اسماعیل علیه السلام و به اولادی اسحاق علیه السلام مثلا یعقوب علیه السلام و امی قسم موسی و عیسی و به اینا کل از اینا این نظام چرا پیغمبران میاین 124,000 کل از اینا میخواین که حکم الله را در زمین الله مطابق اوامر الله تطبیق بکنن، به خاطر ازی که بشریت در این نظام بدون ظلم زندگی بکنن، در حق کسی ظلم نشه. چرا در رأس آنها پیغمبران قرار دارن؟ به خاطر ازی که پیغمبران معصوم هستن، گناه نمیکنن. وقتی انسان معصوم گناه نمیکنه، انسان معصوم حکم الله را تطبیق میکنه، بسیار عادلانه تطبیق میکنه. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. اینا را کی سیاست میکرد؟ پیغمبران. تا زمانی که پیغمبران سیاست میکرد اونجا حق مظلوم از ظالم گرفته میشد. اما وقتی که با نفرای عادی از اونا انتقال کرد، این نفرای عادی باز بسیار خرابی ها کردن. بالاخره از این نظام چی شدن؟ برای اقامه نظام اسلام مکلفیت دارن مسلمان ها که چرا مثلا یک سوال میشه که چرا نظام اسلامی یا نظام خلافت اسلامی از طرف الله بر این بشریت تعیین شده؟ اول به خاطر از اینکه خلافت اسلامی برای تطبیق عدالت الهی در زمین الله می باشه. شما میفهمین عدالت عمری میگن. در زمان عمر رضی الله تعالی عنه به خاطر عدالت بالای مردم و به خاطر مرحمت بالای مردم، شما ببینید که عمر رضی الله تعالی عنه شبها خواب نداشت. امیر المؤمنین، خلیفه مسلمانان، رهبر خلافت اسلامی، این شبها خواب نمیکنه. چرا خواب نمیکنه؟ به خاطر ازی خواب نمیکنه که این امتی که اینجاست، امت اسلامی که اینا رعیت خلافت اسلامی هستن، اینا باید با آرامش و با آرامی استراحت بکنن و وقت میره در شبها در خانه ها میگردن و از حال یتیم، از حال بیوه، از حال زن، از حال مرد، از حالت هر کسی خدا خبر میسازن. در زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز مثال هایشه، مثلا کل مثال ها را آدم گفته نمیتونم. مثلا در زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز در کوچه های، در سرک های مسلمان ها، در قریه های مسلمان ها نفرای بیت المال میگردن و پرسان میکنن و سوال میکنن که آیا کسی هست که صدقه بگیره، زکات بگیره؟ کس پیدا نمیشه که پیسه زکات بگیره. امروز شما تصور بکنید در این قرن 21 که ما شما زندگی میکنیم، اگر امیال یک کس پیسه رو بره، امروز در امریکا به هزار انسان هستن که در روی سرک شو زندگی میکنن، در روی سرک خواب میبرن. ظلمی که امروز هست مثلا در فلسطین ما شما میبینیم که اطفال به خاطر یک کاسه یک شوربا گریه میکنن و ساعتها استاد میشن. زنها را ببینی که جسدهای طفلایشان هم ببینن چیغ میزنن که انسان حتی دور دیدن هم میتونه، از دیدنش انسان بیخی اوتا ایران میمانه که یا الله این چی وحشتی هست که این نظام های کپیتالیستی و این نظام های کمونیستی. شما ببینید چقدر وقت است که روسا بالای اوکراین، خب یکی حکومت است، یکی مردم عامش است، چی حال انداخته و چقدر بمبارد است و چقدر خرابی میکنه. آیا کسی گفت که پوتین تروریست است؟
آیا کسی گفت که مثلا رئیس جمهور امریکا تروریست است؟ کسی گفت که مثلا نتانیاهو صدر اعظم صهیونستا یک تروریست است؟ نمیگن. اما تروریسم و ظلم و دهشت از اینا به کجا رسیده است؟ به عوض از اینا کی میتونه که عدالت در زمین الله قائم بکنه؟ نظامی که به اساس شریعت الهی قائم شده باشه. این نظام الله متعال میگه به خاطر عدالت الهی و به خاطر ترحم بالای مردم مظلوم باید نباشه در نظام اسلامی. نظام خلافت اسلامی در مقابل نظام جاهلیت است که در این نظام انسانهای طاغوت صفت به شکل از اشکال بالای مردم ظلم و تجاوز میکنند. یگانه مانع این طاغوت ها نظام خلافت اسلامی بود که وقتی نظام خلافت اسلامی آمد، خلفای راشدین توانستند که در امپراتوری فارس نابود بکنن و به عوض این امپراتوری اینها را، مسلمان ها را در زیر بیرق اسلام بسیار با عزت حفظ کردن و ما و شما پدرای ما به این منطقه چی شدن؟ مسلمان شدن در عصر خلفای راشدین. در اون طرف دیگر رومانی ها ظلمی که از طرف رومان و بیزانس میشد، با ظلمی که اونجا بود مسلمان ها رفتن و حتی امو مناطقی که غیر مسلمان می بودن دروازه های قریه های خود برای مسلمان ها باز میکردن به خاطر نجات از ظلم لشکر رومانی ها و بسیاری آمدن و در زیر بیرق اسلام زندگی میکردن، حتی نصرانی ها و غیر مسلمان ها. به این خاطر به این نظامی که در مقابل طواغیت استاد میشه. تعیین خلیفه مسلمان ها از طرف گروه از دانشمندهای متخصص مسلمان یک خلیفه مسلمان ها بدون که خدا کاندید بکنه. چرا او کسی که خدا کاندید میکنه چوکی طلب است، قدرت طلب است، پیسه مصرف میکنه. اما در نظام اسلام یک کسی خبر نمی باشه که از طرف شورای اهل حل و عقد، همون شورایی که علمای بزرگی که هستن که به درجه اجتهاد رسیدن، متخصصین بزرگی هستن، اینا چی میکنن؟ یک کسی را که شایسته منصب است من حیث خلیفه مسلمان ها تعیین میکنن و پیشنهاد میکنن و مردم من به امرای عزیز چی میکنن؟ بیعت میکنن. این خلیفه مسلمان ها وقتی که میایه، اولین تعهدش می است که مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنن. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. رهبر مسلمان ها مردم به اطاعت از الله سبحانه و تعالی چی میکنه؟ حکم میکنه. حق مثل که ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه میگفتند که ما آمدیم که مطابق حکم الله، مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم خلافت راشده را بالای شما این حکم الله را تطبیق بکنیم و اگر دیدین که ما مخالف ازی میکنیم، شما ما را چی کنین؟ شما ما را استاد بکنین و شما بر ما رهنمایی بکنین. حتی یک کس میخزه و عمر رضی الله عنه میگه که اگر مخالف قرآن عظیم شان، اگر مخالف کتاب الله و سنت رسول الله عمل بکنی، مکد شمشیر گردن تو را میزنم. و همه مهاجرین، انصار، صحابه، تابعین کل از اینا ششته و هیچ کس در مقابل این شخص نمیخیزه و عمر رضی الله عنه هم گپ ازیره بس میشنوه و قبول داره. چرا؟ نظام اسلام برای تطبیق قرآن عظیم شان و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است. جهاد یکی از احکام تشریعی اسلام هست. وقتی مسلمان ها، شما ببینید وقتی مسلمان ها به طرف فارس میان تا مردم آزاد بسازن از ظلم امپراتوری ساسانی بسیار خطرناک که سر مردم به بسیار مشکل در این مناطق، مثلا مردم هم مثل زیر مردم در آتش زندگی میکردن. اینجا رستم یکی از قماندان های امپراتوری فارس است. این پیش از اینکه جنگ مسلمان ها شروع شد و مسلمان ها وقتی که میه، این امرای قماندان های لشکر یعنی امیرهای جهاد مسلمان ها ای چی میکنن؟ جر و بحث میکنن. یکی از اینا ربعی ابن عامر است. رستم برش میگه که شما برای چی اینجا آمدین؟ چی میخواین که آمدین در سرزمین ما؟ ربعی ابن عامر برش میگه که الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد
الى عبادت الله. میگه الله متعال ما را فرستاده تا ما مردم بیرون بکنیم، هر کسی از بنده های الله که است از بندگی بنده اینا را به بندگی الله اینا ما بکشونیم. یعنی اینجا شما بنده های الله را بنده های خود ساختین. ما میخوایم که اینا را از بندگی شما، از یوغ استعمار شما، از یوغ ظلم شما، از تکبر شما، ما اینا را نجات بدیم. اینال وقت رستم قماندان قوت‌های فارس به نمایندگان قوت‌های اسلامی یعنی برای امیرای جهاد میگه که شما برای چی اینجا آمدین؟ ربیع بن عامر رضی الله عنه میگه که الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت الله. میگه الله ما را فرستاده تا که ما بیرون بکنیم هر کسی را که الله بخواه از بندگی بنده به عبادت الله، که انسان باید بندگی الله را بکنه، عبادت الله را بکنه، نه ای که شما این چیزها را تختای روانه جور کردین و سر شانه های مردم میشینین و اینا را میگن که ما را انتقال بدی و 20 نفر 30 نفر زیر یک دانه از این چیز شانه هایشان تراش میشه به هیچ ظلمی که اونها داشتن. خب یا مثلا قصرهای را جور میکردن. شما اگر امپراتوری روم امو چیزایش ما رفتیم دیدیم امو ساختمانهای از اینا را، وقتی شما ساختمانهای امی که از امپراتوری روم امیال مانده، شما فکر کنید او وقتایی که نه کرن بود و نه وسایل تکنولوژی امروزه بود، سنگ های میسازن به اندازه یک خانه بزرگ. باز این سنگ سر این سنگ دیگه گذاشته، این سنگ از 4 دانه سنگ من دیدم که یک اتاق جور کردن و این دیوالای زیرا ببینید کلش به اندازه یک اتاق است. این دیوالا رو شما فکر کنید که به این اندازه از اتاق یک سنگ بزرگ تراش شده باشن و این سر از دیگه میگذارن به هزارا غلام وقتی که ایر بالا میکردن که خطا میخورد اینا زیر از این سنگ میشدن و نابود میشدن. این ظلم و جنایت از اینا بود. ربیع ابن عامر برشان گفت که ما آمدیم که مردم از بندگی بنده به بندگی الله بکشانیم. این هست نظام اسلام. و من ضیق دنیا الی سعتها. شما دنیا را سر مردم تنگ کردین، میخوایم که مردم از وسعت از دنیا استفاده بکنن. شما ویزا میتین، شما راه را بند میکنین، خریک های خرد میسازین و مردم حرکت نمیکنن. ما میخوایم که نظام اسلامی باشه که از یک طرف جهان تا دیگه طرف جهان یک کس سفر میکنه، هیچ کسی در مقابل از استاد نشه و هیچ کس از پیش از او ویزا نخواه و هیچ کس از پیش از او پاسپورت نخواه و هیچ کس مانع زندگی از او در اونجا نشه. و من ضیق الدنیا الى سعتها و من جور الادیان الى عدل الاسلام. ما آمدیم به خاطر ازی که مردم از ظلم ادیان، از ظلم دینهای ساختگی دروغی شما بکشیم، به عدالت اسلام بکشیم. این هست هدف آمدن ما در نظام های قبل. پنجم نقطه، در نظام هایی که قبل از اسلام در جزیره عربی و امپراتوری های فارس و روم وجود داشت، در حق مردم عام آنقدر ظلم توسط رهبران این حکومت ها و این امپراتورها و یا رئیس های قبیله و دیگران صورت می گرفت که این ظلم ها در سوره نساء چی شده؟ بیان شده که این ظلم ها چه قسم از بین بره و احکام الله تطبیق شود. از این خاطر بخش اول ما در اینجا مقایسه بین احکام ظالمانه نظام های جاهلیت و نظام اسلام است. در نظام های جاهلیت امپراتوری فارس و روم و حکومت هایی که تابع از اینا بودن و نظام های قبیلوی عرب های جاهلیه، سه عنصر بسیار مظلوم بودن. کی بسیار مظلوم بود؟ یکی زنها، خانم ها، اینا بسیار مظلوم بودن، به شکل از اشکال سر از اینا ظلم میشد. دوم طبقه یتیم، سر یتیم ها چون پدرش فوت کرده بود، آل سرازی بسیار ظلم صورت میگرفت، مالش میگرفتن، حقش میگرفتن، خودش ظلم میکردن در حقش. و سوم سر کسایی بودن که اونا ضعیفی عقلی داشتن، مثلا به همو منفعت خود بیچاره نمیفهمیدن، اینا را در حق از اینا بسیار ظلم میشد. در این صورت در این سوره مبارکه مفصلا درباره همین مسائل بحث میشه. در بحث اول احکام عادلانه نظام اسلام
برای اقامه عدل و جلوگیری از ظلم است. در این مطلب اولش احکام عادلانه اول در مورد زنان و دخترها هست. قبل از ظهور اسلام در امپراتوری فارس، در امپراتوری روم، در مناطقی که تحت قیادت از اینا بود، در بین عرب ها زن مثل یک وسیله بود. این در دست خود هر قسم که میخواستن استفاده میکنن. بخر، بفروش. یک مرد میتونه با 100 زن ازدواج بکنه و از نگاه معنوی رومانی ها و کسایی که کریستیان بودن، نصرانی ها و یهود، اینا میفتن زن لعنت شده. چرا در کتاب از اینا در بایبل امی قسم در کتاب تورات تحریف کردن و به کتاب تورات یهودیا هم عقیده داشتن و نصرانی هم عقیده داشتن. میگفتن آدم علیه السلام از جنت زن بیرون کرد، از این خاطر زن بالایش لعنت شده هست، لعنت الله بالای ازی است. از این خاطر من حیث یک مخلوق لعنت شده به طرف از این نظر میکردن و به می قسم مردم هند زنها را تحقیر میکردن و میگه وقتی یک خانم شوهرش فوت میکنه سر از زیر پاک تراش میکردن و ای تا آخر عمر اما تا سرش اما تا فقط پیاز واره بیچاره میگشت. و یا این قسم میکردن که این زن هم میگفتن که باید زنده امرای شوهرش در داده شود. این در بعضی مناطقشان زنده در میدادن کت شوهرش و در بعضی جای دیگر سر از زیر کل میکردن و این رها میکردن و به این شکل حق نداشت که دوباره ازدواج بکنن یا زندگی داشته باشن. به این شکل عرب های جاهلیت از داشتن دختر ننگ میکردن، خجالت میکشیدن، شرم میکردن. وقتی برشان گفته میشد اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم، میگه رنگش سیاه میگشت وقتی برش میگه خانه تو دختر پیدا شده. اونقدر میگه میپونید کظیم، یعنی میگه مثل مشک که پف کنی، اما تو میگه مشک پف شده واره، اما تو میگه فاز غضب میپونید که چی کنه که چه قسم. و بالاخره این طفلک دخترک میگرفت و میبرد زنده به خاک میسپرد و این طفل بالاخره اسلام آمد و اذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله متعال احکام نازل کرد و حق از طفله، حق زنه و حق زنانه دوباره احیا کرد. حتی در مردمای جاهلیت وقتی یک نفر 10 یا 15 یا 20 زن میگرفت، وقتی که فوت میکرد باز بچهای از چی میکرد؟ میتونست امی زنای پدر خدا اینه به میراث ببره. این من حیث یک مال میراث میبرد. مثلا چند تا گاو داشت او را به میراث تقسیم میکرد، چند تا شتر داشت او را به میراث تقسیم میکرد، چند تا توشک و ظرف داشت این تقسیم میکرد و چند تا زن داره او را هم در می قطار از اینا میمان. 4 تاش به تو برادر، 3 تاش برای تو برسه. نه من حیث خانم بلکه من حیث وسایل خدمتگار و من حیث مثل که انسان یک مال به ارث میبره. حالا شما توجه بکنین وقتی که اسلام میه، اول حکم اسلام چی هست؟ اولین حکم اسلام عدالت در یکی بودن اصل انسانیت. برای از اینا میگه که زن و مرد اصل جامعه انسانی رو تشکیل میدن. همگی از یک مرد و یک زن خلق شدن. یا ایها الناس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره نساء آیت اول میگه که یا ایها الناس، ای مردم اتقوا ربکم الذی خلقکم، شما بترسین از او ربتان که شما را خلق کرده، من نفس واحده، از یک نفس، و خلق منها زوجها، این همسرشه. برای مردها میگه که این خانم جزء بدن تو هست، این خانم جزء بدن تو هست. اینمی قسم که دست تو را الله جزء بدن تو خلق کرده، این خانم هم جزء بدن تو خلق کرده. تو آیا دست قطع میکنی؟ نمیکنی. دست اذیت میکنی؟ نمیکنی. قلبت اذیت میکنی؟ نمیکنی. امی قسم خانمت باید امی قسم به تو ارزش داشته باشه، مثل که یک جزء بدن تو بر تو ارزش داره. و خلق منها زوجها، و از امی نفس واحده که نفس آدم علیه السلام است همسرش خلق کرد، و بث منهما، و نشر کرد از اردوی از اینا، از آدم و حوا علیهم السلام، رجالا کثیرا و نساء، مردهای بسیار زیاد و خانمهای بسیار زیاد. تو مرد که در مقابل خانم اساسیت نشان میدی، مشکل تویی است که تو خودت از اونمو خانم پیدا شدی. مادر تو بیبی حوا هست و مادر فیلیت که آل از پیش از پیدا شدی. این خانم یک خانم است. تو باید برازی بسیار
این محترم قرار بدی. و اتقوا الله الذی، و بترسین از الله الذی، او ذاتی که تساءلون به، به نام از او شما سوال میکنین، به نام از او قسم یاد میکنین. والارحام، امی قسم در مورد چی؟ در مورد الارحامتان، اقاربتان، مثل خواهرتان، برادرتان، کاکایتان، مامایتان، دیگه اول ارحامتان هم باید بسیار تقوا داشته باشین و از الله بترسین. ان الله کان علیکم رقیبا، یقینا که الله سبحانه و تعالی مراقب شما هست، هر لحظه شما را کنترل میکنه و تعقیب میکنه و شما را باز در روز آخرت در مقابل اندیشه های جاهلیت، در مقابل افکار جاهلانه و در مقابل اعمال جاهلانه مؤاخذه میکنه. حکم دوم که هست در قسمت یتیما هست. ببینین باید حق یتیما را بدین. و آتوا الیتامی اموالهم، برای یتیما مالهایشان را بدین. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، شما مال خبیث، مال خراب خود، مال بی ارزش خود در جای مال با ارزش یتیم قرار ندین که مال با ارزش یتیم بر خود بگیرین و مال بی ارزش خود بر ازو بدین. ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم، شما مالهای از اونا را با امرای مالهای خود نخورین. بفهمین که مال یتیم است و این بسیار خطرناک است و در آیات بعدی میگه که کسی که مال یتیم میخوره در شکم خود مثل که آتش دوزخ خورده باشه. انه کان حوبا کبیره، این خوردن مال یتیم یک گناه بزرگ کبیره هست. شما این گناه بزرگ کبیره را، این گناه را نکنین. حکم سوم است عدالت با یتیمان و همسران. الله متعال میگه و این خفتم الا تقسطوا فی الیتامی، اگر در منازل شما دخترکای یتیم هستند، اگر شما فهمیدین که با امرای زنا شما عدالت کرده نمیتونین، فانکحوا ما طاب لکم، شما خانم های دیگی بگیرین، ما طاب لکم که خوش شما میه. این خانم ها بغیر از زنا مثنی 2 خانم بگیرین، 2 خانم بگیرین و 3 و 3 خانم بگیرین و رباع و 4 خانم بگیرین. فان خفتم، پس اگر ترسیدین که الله تعدلوا، شما عدالت کرده نمیتونین. شما مسلمان ها برای چی هستین؟ برای عدالت هستین. در خانواده تان عدالت بکنین، در بین اقاربتان عدالت بکنین، در قریه و منطقه تان عدالت بکنین، در شهرتان عدالت بکنین، در مملکت و بالاخره در تمام جهان شما باید بیرق عدالت بلند بکنین. وقتی که ترسیدین که در خانواده تان، در بین فامیلتان عدالت کرده نمیتونین، ضعف جنسی دارین یا ضعف مالی دارین یا ضعف اقتصادی دارین یا مشکلات دارین، فواحدتا، پس 1 خانم بگیرین، اما برتان کفایت میکنه. اینه که مثلا 2 خانم یا 3 خانم یا 4 خانم بگیرین و باز بالاخره در قسمت از اونا ظلم بکنین. در مقابل از ظلم در روز قیامت درست است وقتی که شما مردها اگر عدالت میکنین، اگر حق بر شما شریعت حق میته که شما تا 4 زن بگیرین، لکن الله متعال شریعت الهی برای خانم ها هم حق داده که اونا زندگی خوب داشته باشن، لباس خوب داشته باشن، نفقه خوب داشته باشن، خانه خوب داشته باشن. به این معنی نیست که شما 3-4 تا زنا رو در یک اتاق بیاین در یک جای پرتین، نه به نانش رسیدگی میتونین، نه به لباسش رسیدگی میتونین، نه به نفقهش رسیدگی میتونین، نه به اولادایت رسیدگی درست میتونین، نه از نگاه جسمی و مادی قوت و توانایی فیزیکی داری. اینا بالاخره اونا را حق از اونا را در حق از اونا ظلم میکنین. وقتی فهمیدی که در نکاح، ببینین بعضی اوقات نکاح فرض می باشه سر انسان، بعضی اوقات نکاح سر انسان سنت می باشه، بعضی اوقات نکاح مکروه میشه، بعضی اوقات نکاح حرام است. یک نفری که توانایی نداره و به یک مرض مبتلا است، یک مشکل داره، پس برای این نکاح کردن اجازه نیست که تا 1 خانم هم بگیره، چرا در حق از 1 خانم ظلم میشه. پس اینجا شما باید عدالت مراعات بکنین و وقتی که عدالت نمیتونین، خودتان میفهمین که اقتصاد ما چطور است، زندگی ما چطور است، صحت ما چطور است، عافیت ما چطور است. او ما ملکت ایمانکم، یا آن چیزی که دستهای شما مالک آن شده. یعنی وقتی در اسلام که است، قبل از اسلام زیاد
مردم مثلا زنها را به شکل از اشکال مختلف کنیز می ساختن و مردا را غلام می ساختن. اگر قرضدار می بود هم بالاخره قرض ادا کردن نمیدانست، به کنیز غلام مبدل می شدن. اگر سر قافله چور میکردن قافله را، از اون طریق هم کسایی که در قافله می بود کل از اونها را غلام و کنیز خود می ساختن. سر قریه حمله میکردن، جنگای داخلی و گپا هم، یعنی به اشکال مختلف در قرضداری و در قمار و در مسائل مختلف. اسلام آمد گفت که نظام بردهداری و نظام کنیز ساختن فقط در یک حالت شما میتونین که وقتی مسلمان ها در بالای کافرایی که متجاوز هستن بالای از اونها حمله میکنن، همین قسم که او کافرها در اون وقت ظلم میکردن و در حق مسلمان ها، خانمای مسلمان ها، امروز ما شما میبینیم چقدر زنای مسلمان ها بندی میکنن، در قید میبردن. این حال باز مسلمان ها حق نداره که وقتی زنای آیساف ای زنای امریکایی که طیاره میان باز اینا را گیر کنن، باز اینا را مثلا چیز غلام خود کنیز خود بسازن. وقتی که زن پیلوت گیر میکنی و این میای مثلا هزاران نفر میکشه و ایره گیر کردی و پایینش کردی، آیا ایره به خاطر که او جانب مقابل دشمن ذلیل بسازی، آیا حق نیست که با امر ازنا معامله مثل شود؟ امروز چقدر مسلمان ها را، امروز زنهای فلسطینی را از گشنگی نمیکشند، امیل اطفال فلسطین از مسلمان ها وقتی که در جنگ اسیر میگرفتن، باز اگر اونا را خلیفه مسلمان ها یا آزادشان میکرد یا در مقابل ایوازی که در مقابل تعداد از کسایی که پیش از اونا اسیر بود مبادله میکردن یا در مقابل پول اونا را رها میکردن، یا باز اگر نمیشد اینا را میگفت که اینا من حیث غلام ها در اینجا در جامعه باشن یا من حیث کنیز خانم ها در اینجا باشن. آله بر از اونا نان میدادن، غذا میدادن. وقتی که خانم صاحب طفل میشد، مادر ولد ازی گفته میشد، مثل خانم خوشوار بر عین حقوق بر ازی داده میشد. اما امروز بالای مسلمان ها شما میبینید در عصری که مردمایی که حقوق انسان و حقوق بشر و حقوق زن و حقوق طفل میگن، آیا شما حقوق طفل و حقوق زن و حقوق چیز تنها باید در اروپا و در امریکا باشه؟ یعنی یک فلسطینی مسکین ما شما به چشم خود میبینید، آیا حق ندارن؟ دیگه جهان، در افغانستان، در ایران، در دیگه سومال، در افریقا، در فلسطین که امروز مثلا از گشنگی میمرن، اینا حق انسانی حق ندارن؟ اینا الله متعال میگه که او ما ملکت ایمانکم، آن چیزی که ملک یمین شما باشه، ذالک ادنا الله تعالی. این میگه همین کار که شما یک خانم بگیرین و یا مثلا به عوض خانم نمیتونین مثلا ملک یمین داشته باشین، ازو به این میگه ادناترین درجه است که شما ظلم و بی‌عدالتی نکنین. نباید ظلم شود، نباید بی‌عدالتی شود در حق هیچ کسی. مطلب دوم حقوق مالی و تعیین میراث است. مثلا در نظام‌های جاهلیت طواغیت، ظالما، مستبدا، مستکبرا، قدرتمندا و کسایی که زوردار بودن در خانواده هیچ میراث تعیین نبود. هر کس از پدر که میموند کل مال مثلا بچه‌ش میگرفت، حتی بعد بچه‌اش هم بچه‌ای زوردارش میگرفت و خردایش برش نمیداد. الله متعال آمد و اون زنهایی که قبلا میراث برده میشدن بر از اونا الله متعال حق میراث تعیین کرد. بالاخره بر از اینا گفت مثلا حکم اول ما و شما میخوانیم، ببینید این در قرآن تعیین میشه. اول امر به ادای حقوق مادی خانم ها در مهرشان. وقتی که خانم ازدواج کردی بر خانم مهر تعیین شد، از جانب الله باید این مهرش برش مکمل بپردازی. الله متعال میگه و آتوا النساء صدقاتهن نحله، شما برای خانم ها مهرهایشان را من حیث یک فرض که بالای شما فرض است، واجب است، من حیث از این ادا بکنین. فان طبن لکم عن شیء منه نفسا، باز اگر خودشان به اختیار خود از قسمت از این مهر خود گذشتن و گفتن که من خیر است من نمیگیرم، فکلوه هنیئا مریا، شما باز میتونین او را بخورین با لذت و بدون احساس گناه، چون در او رضایت از او هست، نه با چالبازی، نه با فریب، نه با جبر و زور و اکراه. پیش رویش پولش میمانی، مهرش برش میمانی، برش میتی. بسیاری وقت خانم ها هستن وقتی که شوهرش صادقانه مهرش برش بده مکمل میگیره، میگه من میره بر خود طلا میخرم، سیتی طلا در گردن خود میپرته، 1 روپیش هم برای شوهر خود نمیته. اگر چال نکنی، فریب نکنی، نمیته.
نمیتونم بگه من محرم از دادی خانه تا اینو ما گرفتم بفرمایید. پس الله متعال میگه این واجب شما هست، باید مهرش برشان کامل بپردازین. چال فریب نکنین، چرا از قلبتان الله با خبر است. حکم دوم، برخورد مناسب و ادای حقوق انسانهای ضعیف العقل. بعضی کسا هستن مشکل عقلی داره، پول هست، مال هست، اینا اگه به دست ازی بدین میبردم یک روز در کوچه مصرف میکنن. الله متعال میگه در نگهداری مال از اینا باید چی شوه؟ عدالت شوه، مالشان عادلانه حفظ بکنین. وقتی که برشان مصرف میکنین عادلانه مصرف بکنین. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، مالهایتان برای جاهلا بر از اینا نتین. التي جعل الله لكم قیاما، این مالهایی را که الله متعال وسیله امرار زندگی شما گشتانده، شما این مالها را برای این جاهلا نتینه. ورزقوهم فیها، شما در امی اموال اینا را چی کنین؟ رزق برشان بتین. امی پولی که هست این پول از اینا را در کار پرتین، تجارت بکنین و از پول از اینا برشان نفقه برشان بتین. وکسوهم، لباس برشان بخرین. ای خونه میفهمه خودش، شما برش لباس خوبش بخرین، نفقی خوب برش بتین. و قولوا لهم قولا معروفا، و برشان سخنهای بسیار خوب بگوین. ببینین عدالت الهی. قبلا این مسائل نبود. قبلا مثلا برای از این بیچاره که میفهمید که ضعیف العقل است، این در روی سرک اعلام میکرد و مالای زیر میگفتن کنار میخوردن خلاص. همچنان حکم سیم در باره یتیما هست که مثلا با یتیما باید با عدالت عادلانه با یتیمان برخورد شود. مال یتیم وقتی که میفهمید طفل است، خرد است، نمیفهمه، مالش حفظ بکن، مالش نگهداری بکن، مالش سرش تجارت بکن تا که این نمو بکنه. وقتی که جوان شد، ببین الله متعال چی میگه؟ وابتلوا الیتاما، شما یتیم‌ها را امتحان بکنین حتی تا زمانی که اذا بلغوا النکاح، به سن نکاح برسن، یعنی بالغ شوند. فین آنستم منهم رشدا، وقتی که احساس کردین از اینا رشد، که اینا آل فعلا رشد عقلی پیدا کردن، جوان شدن، فادفعوا الیهم اموالهم، مال یتیما را برشان بتین. ولا تأکلوها، و شما نخورین مال یتیما را اسرافا، با اسراف که بسیار زیاد مصرف بکنیم، زیاد مصرف کنی. و بدارن، با این شکل که چالبازی بکنی که اگر کلان شوه ان یک برو، که پیش از کلانی باید مالای اجره بخوریم که باز کلان شد از پیش ما مال میگیره. شما این کار در حق از اینا نکنین. و من کان غنیا، اگر کس غنی از خودش، فلیستعفف، از مال یتیم کاملا عفت، یک روپیه یتیم هم مصرف نکنه برای خود. برای یتیم حقش مالش در تجارت، در کار، در چی پرته، تا که اون مالش چی شود از فایده از او برای یتیم مصرف ده، خودش نخوره، چرا خودش غنی هست. و من کان فقیرا، و اگر فقیر هست فلیأکل بالمعروف، میتونه از مال یتیم باز این هم بخوره در مقابل زحمت کشی که میکنه، یعنی برای خود یک حق زحمت بگیره. وقتی که مال از اونها رو داشت کار میکنه، از مال از او باز میشه برای خود هم یک مقدار مزدوری خودم مثل که میگیره، مزدوری رو میگیره. این فلیأکل بالمعروف، به طریق معروف چی رو میگن؟ یعنی مطابق حکم شریعت اسلامی که از الله بترسی و در مال یتیم خیانت نکنیم. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، وقتی که برای یتیم ها مالایشون دادین، فاشهدوا علیهم، شاهد بگیرین سر از اینا که باز شما غلطی نکنین، مال غلط برش بتین یا چطور بتین، باید شاهد بگیرین که شاهدا ببینن، بفهمن که واقعا تو انسان مؤمن هستی، حق زیر برشان دادی. و کفا بالله حسیبا، کافی است که الله شما را محاسبه بکنه. الله شما را محاسبه میکنه، عالم غیب الله هست. حکم چهارم، حقوق میراث مردا و خانم ها. هم برای مردها و هم برای خانم ها چی است؟ حق میراث است. الله متعال ببینید تفصیلی بیان میکنه. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، برای مردها نصیب است از آنچه متروکه، یعنی گذاشتن مال، الوالدان والدین والاقربون و اقارب. وللنساء، ببینید و برای خانم ها نصیب است مما ترک الوالدان، آنچه که از مادر و پدر از اینا میراث گذاشته شده است. والاقربون و از اقاربشان مما قل منه او کثر. الله میگه بازو طرف ولی خود کمک بود دیگه، قابل تقسیم نبود. الله میگه اگر کم هم بود حقشان بتین،
حق مرد برای مرد بده و حق خانم برای این خانم بده، حق پسر به پسر بده، حق دختر برای دختر بده. نگو که کمک بود میراثش یا چطور بود چنان بود. تو رو بگه الله متعال میگه مما قل منه او کثر، چی کم باشه مال میراث چی زیاد باشه، حق یک کسی را بده، 1 روپیه حقش میرسه بده برش. تو رو چی که 1 روپیه برش میرسه، میشه او به 1 روپیه نیازمند باشه. نصیبا این قسمتی هست که مفروضا از جانب الله فرض شده هست بر از اینا، بر از اینا تعیین شدگی هست از جانب الله. حکم پنجم اینا امی علم میراث فرایض میگن. چرا؟ به خاطر چیزهایی را که الله فرض کرده سر ما و شما که باید بر از اینا بدین. امی قسم که نماز سر تو فرض است، این امی قسم ادای حق دیگران بالای تو فرض است که حق از اینا را باید برشان بتین. و اذا حضر القسمت اولو القربى، اگر در تقسیم اقارب هم، مثلا بعضی کسا وقتی که میراث تقسیم میکنین بعضی از اقارب فقیر هستن، اینا هم میاین که یک چیزی برای ما هم بتین. اقارب میایین یا مثلا یتیما میایین یا مسکینا میایین، فرزقوهم منهم، یکی چیزی برای از اونا هم بتین. و قولوا لهم، و بگوین برای از اونا قولا معروفا، سخن شایسته. حکم ششم که است حقوق اولاد است که این ان شاء الله تعالی در درس بعدی ما و شما میخوانیم. ما و شما با آیت 8 سوره نساء را، آیت 8 سوره نساء را خلاص کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.